زحمت کشیدی، تشریف آوردی. سلامت باشید. مستقیم بریم سر اصل گفتگومون. ببخشید امروز هم معطلت کردم، کارم داشتی. کجا بودی؟ نه بابا خواهش می‌کنم. ولی امروز جمعه بود، خودش بیکار بودم. خواهش گفتم بعضی بریم کارم تو آفتاب بود. بهتر. چیکار می‌کردی؟ قرار شد مدرسه فاضل که سخت باشه ما بزنیم تا اول مهربان مدرسه‌شو آماده شه. دیشب اونجا بوده. این کار تموم نشد. برای برسه به اول مدارس ها؟ ان شاءالله آمادهش کنم. چیکارش می‌کنی؟ یکی کلاس ما اضافه کنه، جای بچه‌ها برن بازی کنن. قرار شد که سخت باشه بدن. حالا ما تکش دیروز زدیم، فرض نداشته. کارمون کار جوادی ها؟ کار جوادی. ان شاءالله که خیره. سلامت باشی. مهدی واحدیان. بله. چرا میگم رسلی؟ رسلی داستانش خیلیه. قبل اینکه کوچیک بودم، یعنی بچه بودم، یعنی قبل از اینکه کلا خواهرم عروس بشه، 2 ماه تو تهران بوکس کار می‌کرد. و وقتی 2 ماه شد مثلا کارش تهران بود، بعد اومد کارش اردک، حالا کارخونه شیشه کار میکنه. این یک هفته که اردکون بود، هر روز ما رو داشت صبح بریم دو میبرد ور این خیابون ور اون خیابون تا روزی رسید که از در خونه ما خیابون سعدی تا پیر برف و دوم بکردم برمیگشته. پیاده ورزش هر روز صبح تا اون تمرین بود برمیگشته. کم کم دیگه مورد تو ورزش، مثلا مورد ورزش چیزه. چند سال دو تقریبا؟ 12 سالم بود. از دانش آموزی تقریبا. آن دیگه من اصلا بین 11 تا 12 سالگی بود که دیگه ما فهمیدیم ورزش چیه. از اونجا هر روز فیلم بروسی می‌آمد. ما خود بیکار و معطل بودیم. بالاخره الله فهمیده. صبح فیلم بروسی. 2 ساعت بعدش فیلم بروسی. ظهر فیلم بروسی. بعد از ظهر فیلم بروسی. شو تا 12 همین رو تا بیدار بودم. ما فقط فیلم بروسی می‌دیدیم. این بروسی که آدم بالاخره تکنیکی و حریف و بالاخره جذابیت کار خود داشت. دیگه تو کتابا، تو مدارس، رو تخت، روی میز، همه حالم بروسی. این از اینجا رفت تو ذهن شما که بروسلی. بروسلی. کار ورزش رو چطور جذب شدی؟ کجا رفتی غیر از این بحثی که اومدی وارد بازی و وارد ورزش، چطور شد رفتی سمت ورزش حرفه‌ای؟ اولین جایی که رفتم برای کلاس رزمی کاراته، 2 ماه بردم کجا کن امام. اونجا آیه زهار مربیش بود و خیلی هم آدم با جذب و کارکرده بود. من بعدش هم آماده بود. رزمی کار بود. نمی‌دونستم که اینجا فقط تابستونا برگزار میشه. یا دیدم تابستون تموم شد، گفتن کلاس کانون تمومه. گفتم ای بچه ما خود دوست داشتیم حالا. شدیم من گفتم ما نمیدونم کجا براجی پیدا کنم ما ببر. 2 ماه بعد برادر محمد وجد نبودن اون کجا اینجا پارک شهر دکون علی باشان که چیزی بود. اونجا کارات اینجا بود. ما رو بود اینجا وقت تو رفتیم دیدم ها ما خواست ترسیدم. گفتم بچه وقتی راه بدیم ولی همون سر صدا کنه تو گفتم وقتی بریم راه بدیم. حالا دانش آموز هستی؟ نه هنوز ثبت نکردم باشگاهشون. همینجا کیو میکشیدن کیو یعنی داد زدن تو رشته کارات. اینا داد میزدن ما گفتیم بچه وقتی برگردیم ولی همون بریم. نه عصبانی ام. زورکی ما رو رو تا اینا ما کردیم. خود سنسی بود. سنسی رضیزاده اومد جلو. رضیزاده و آقای میخانه‌ای اومدن جلو و گفتن که چه خبرنا اومد گفت اومدن برای ثبت نام اینا. ما خواستم بترسیدم تو برم ببینم این چه کار میکنه. از این سر صدا اون روزم تاتم یه توشک نبود رو موزای کار میکردن. عجب. سه که رفتنش اینو بالاخره خیلی ترسناک بود اون روز. بالاخره ما رو زورکی فرستادن اینجا. حالا روز اول رفتیم اونجا میترسیدیم بالاخره خدا امر ما باش. ثبت نام کردن دیگه یک همینجوری که رفتیم دیگه کم علاقه اونجا پیدا کردیم. اون روز که ثبت نام کردی جوان‌ترین شاگرد اونجا بودی یا نه بچهای جوان‌تر هم بودن؟ نه اونجا ما 22 نفر بودیم. از اون روز که شروع کردیم 22 نفر بودیم، 2 نفر باقی موندن تا حالا. یکی محمد بودن، یکی هم حالا شده شیان علیرضا خانی، اونم هم دور بودیم. به یک دلایلی برگشت میشه خودم. الان باشم کار میکنم. با هم داره کار میکنی. این اسمای خارجی که داره چیه؟ شیان و سنسی و از که محمد که مثلا از سفید شروع میشه. اصلا عنوان رشته شما چیه دقیقاً؟ ببین من دانه 2 مال کیوکوشینه. خب بعد از دانه 3 به بعد شده مال زفتم سبک کنشی. سبک جدید. سبک عوض میشه. یعنی کیوکوشی مال استاد بزرگ اویامایه
بنیانگذار کاراته کلا. ماتسوی که شاگرد اویاما بوده بعد میشه دوماد اویاما. اون رشته کیوکوشی ماتسوی رو ادامه میده. یعنی اینو میاره بالا. شاگرد ماتسوی میاد سبک کینشین میزنه. مادوی سبک کینشین هست. تو اون سبک کینشینه. سبک. چه چیز خاصی داره این سبک؟ ببین فرقش با کیوکوشین اینه که کیوکوشین کیانکاتو داره، ما کیانکاتو نداره. کیانکاتو میشه تکنیک‌های پشت سر، یعنی مبارزه خیالی. ما فقط مبارزه خود در تکنیک، اسم تکنیک‌ها کامل همه چی مثل هم میمونه. فقط کیانکاتو نداره. الان بچه‌ای که توی باشگاه با هم کار می‌کنی چند نفری؟ ببین الان مثلا ما سانس به سانسه. من تا قبل از کرونا 12 تا باشگاه تو اردک داشتم. یعنی 12 تا باشگاه تدریس می‌کردی؟ تدریس می‌کردم. یعنی از جاهای مختلف اردک اون دیگه اصلا صبح و روزشون نداشتم من. مربی بودی؟ مربی بودم. خب. از دیگه صبح که تابستون صبح که می‌رفتم تا 12. بعد از 3 که می‌رفتم دیگه تا کی میام تا آخر شب. بعد از کرونا که دیگه اومدم برای باشگاه خودمون دیگه باشگاه قبل از کجا بود؟ اینجا مرسه استقلال کاخونه گندون اومد اجاره که دوباره ما در بدر شدیم و کلاس نداشته. وسیله آوردیم توی خونه بنده خدا انباری کردیم خونه‌شو. حالا کارش هم نداشته و بالاخره زحمت کشیدن کلید و همش دادن ما گفتم وسیله تو تا حدوداً 3 سال وسیله اونجا بود. دیگه تا خدا رو شکر دیگه باشگاهمون برپا شده و دیگه وسیله آوردیم. الان کجا هستی؟ الان خیابون میرداماد روبرو پارک کوثر، پارک علی بک. کنار درمونگاه هست. جامال خودتونه یا اونجا دیگه بالاخره یک مشکلاتی زمینش خریدیم و داداشام اومدن وسط کمکم کردن. زمین خریدیم بعد ساختش هم حالا هم مردم هم بعضی پیرای شاگردان مسئولین همه بالاخره در حد توان خودشون همکاری لازم داشتن و هر زم ازدواج کردن دیروز حدوداً یک مبلغ بالایی دیگه خرج داره تا تکمیل بشه. ولی فعلا خدا شکر ما تو فعالیت داریم و فعال هستیم. خدا حفظت کنه. ولی گفتی داداشا کلا چند تا هستی؟ کاربر ما 5 تا برادر باشه 2 تا خواهر. ماشاءالله خدا حفظت کنه. پدر مادر خدایت. پدر مادرم بله. خدا حفظش کنه. مثلا کلا همه مراسمام که میرم جلو با دل و جرأت با دعای پدر مادرم. باریکلا. یعنی تو مراسمات مادرت میاد؟ خیلی راحته که بعضی مراسمام میاد. بعضیاش میترسه نمیاد. بابا چیکار میکنه؟ او بازنشسته سپاه. خب خدا حفظت کنه. مادر نگفتی هیچ وقت نکن نرو؟ نه بابا 2000 بار میترسه آسیب ببینی؟ قبلا اصلا مراسمام شرکت نمیکنه. یکی مراسم شک شدم گفتم حتما بابا این مراسم بیا و جالب بده و قرار شد تو حلقه آتیش بپره. اون روز گفتم بیا و کجا شانس نکنید دیگه یک بار دیگه 4 رفتم بپرم تو حلقه آتیش این سر پنج پام گلی حلقه آتیش که آتیش شده رو کمر افتاد. تا بچه اومدم آتیشو بلند کنن و اینا کنن بالاخره پدر سوخت شبال سوخت تفاوتمون بالاخره خاموشش کرده. ولی اون روز من دیگه نمیام دیگه نمیاد دیگه تو نکن. گفت دیگه نمیخوام اینو انجام بدی. بالاخره گفتم که خیلی خوب باشه و چیزی کجا دوباره از اون خونه که من رفتم کلا من همش شوخ خونه من هستم. یعنی شوخ محل من هستم. تو همسایه‌ای برای همشون میدونن و در جریان هستن. تا دوباره برنامه تو روز زنگ رو حالا اتفاق داد. بالاخره پیار مادر دعاش پشت سر برای مسابقه. اگه نبود اصلا من مراسم جایی نمی‌گیرم. باریکلا. چطور شد اصلا کلا این برنامه و رزم اینا رو آوردی تو مراسم ها تو برنامه؟ ببین من خودم کلا فکرم این بود که آدم داره فعالیت انجام بده بالاخره وقت میذاره داره هزینه خرج میکنه همینا اینو باید انتشار بده. بالاخره که مراسم حتی بعضی شاگردام توی مراسم‌های که مولودی میرن تو بعضی از مراسم‌های هیئتی مراسم‌های خودمون مراسم هفتگی داریم ما جشن که باشه مولودی باشه اونا حرکت‌ها پشت تک داریم حرکت داریم تو مراسم جشن باشه بچه‌ها میگه بشو بری حرکت بزنی بالاخره که جشن که فضا رو عوض میکنه همه خوشحال میشن همین که بچه‌های جوان‌ترام میبینن جذب موضوع باعث میشه که همین خودش تبلیغ هم خودش باشه هم تبلیغ چریش رفتی چیکار میکنی بالاخره مانو به کار داره اون بابات کار بالا میاره. تو روز چند ساعت ورزش میکنی تمرین میکنی؟ من قبل از مجردین کلا تعطیل نداره ورزش میدم. کل برنامه ورزش کلا از یعنی من حتی رفیقام من شاگردام یعنی من رفیقی بدون باشگاه اصلا ندارم.
یعنی رفیقی مثلا بگم باشم بریم در این ور بیرون اینا فقط شاگردام هستن. بچه شاگردایی که با هم هستید چند تا هستی؟ اینا رفیقام هستن. اینا حدوداً 20 تایی میشه که جیک باشم همه. عقبیات هستن تو تیم؟ عقبیام هست 100%. از ما کل برنامه میگم تدارک کن که یعنی همه چی هستن. میگم موقع چوب بشکنی ورزشکار هستن. همشون ورزشکار هستن. ولی ادامه دار نیستن. رزمی مثل خودت کار نکنه. آماده مثلا برای اجرای برنامه ها. چوب میشکنن، چوب میارن، انتظامات مردم برن پس، مردم بیاد جلو، وسیله بیارن، همه زمینی خدا رو شکر. باریکلا همراه دست. توی برنامه‌ای که انجام میدیم من دیدم که یک بحثایی که همش داری بحث اخلاق و انسانیت و صحبتی برای جوونا می‌کنی. این نگاه از کجا اومده؟ کلا اصلا شعارم تو باشگاه اینه که قهرمانی مهم نیست، اخلاق ورزشکاری مهمه. این مجله آماده دارم، یعنی مجله نوشتم، توضیحات کارات صحبت‌های خاص نوشتم. فکر میکنم یعنی حتی بیش شاگردام میگم کسی که حتی قهرمان جهانم باشه ولی اخلاق نداشته باشه فکر میکنم ارزش آنچنانی نداشته باشه. ولی اگر کسی اخلاق ورزشکاری داشته باشه و اصلا قهرمان هم نباشه این خودش قهرمانه، این خودش پهلوانه. باریکلا. بخصوصا که عرضه کن که خودش یکی برند اخلاق مداری رو داره. باریکلا. شما هم تو این قصه هستی. اصلا کلا تو اخلاق خیلی من تنها چیزی که خودم ندارم نظمه. رزمی کارا معمولا بگن نظمشو خوبه. من تو خونه مادرم وسیله میشه، وسیله رخت ماشین رو ببینی با وسیله اومدنی بشینید باشه که جهاد باشه. از این مورد تا حالا با شاگردام صحبت نکردم که نظم خوب باشه. اینو تو خودت نداری؟ خودم ندارم. ولی از لحاظ اخلاق، از لحاظ احترام، از لحاظ صحبت بزرگتر پدر مادر همه اینا سخت هستم و حتی تنبیه هم تو باشگاه میشم. بی احترام به پدر مادر اگر فهمیدم تنبیه میشم. تنبیهشون چیه؟ تنبیهشون با سیکن داره چی؟ حالت شنای رو زمین بابا دستا با این حرکت قدرت خیلی فشار رو آدم میاد. منم تنبیه اینه که میفرستم بهشون گوشه کلاس که کلا اصلا منو که تابستون باشه باد سرد و هیچ نمیره. زمستون باشه اونجا سرمتر رو میگم شو بریم گوشه کلاس حالتش اینا بگیری. یعنی ما این تنبیه ما اینه. به خاطر اگر بی احترامی به پدری مادری بد اخلاقی مثلا بعضیا میان ورزش کار میکنن دو تا اگه داد میگن من رو خار کوچیک‌تر رو مادر اجرا میکنم موکلات میره میکنه میگم اینا اشتباه. اگر قهرمانی هنر داری بیا وسط میدان مبارزه. باریکلا. اونجا بگو من کیم خانواده خب اصلا داری این یاد میگیری که حریم خانواده رو حفظ کنی، از خانواده دفاع کنی. اونا باشه بالاخره تکنیک و حرکتا بهش اونا بزنی، اونا دوباره میزنی ناقص میکنی. چند بچه‌ها بودن نه حالا میگم بچه هستن نمیدونن ولی نه ما بهشون تذکر دائم میدی. 100%. تجربه و خاطری داری که نشون بده همین ورزش کمک کرده به شما مسیر زندگی یا مسیر یکی از بچه‌ها رو عوض کرده باشه؟ 100%. چیزی تو ذهنت بتونی بگی؟ ببین خیلی خاطرات پیش اومده که هم بابت ورزشون هم بابت بچه‌ها رو بیارن به سمت ورزش، هم بابت بچه‌ها خیلی هاشون مثلا حتی ما خودم تو باشگاه برای بچه‌ها برای خانواده کلاس مشاوره نمیشه بگی ولی مشاوره دارم براشون از لحاظ کارشون بوده، از لحاظ حتی خودم تو باشگاه خودم که صندوق وام آماده کردم بچه‌ای که 2 ماه شدن وام ازدواج قبل از ازدواج داریم ما موقع 2 ماه بشه یا حال تازگی‌ها دوباره میگم ما 2 سال یا 3 ساله که کلاس بانوان که خانم خودم مربیشه راه اندازی کرده حتی اونا هم اگه عروس بشن وام قبل از ازدواج داریم وام برشون آماده کردیم از پیشرفتشون هم برای کاری بالاخره در حدی که توانون باشه هم راهنماییشو کردیم اگر هم ندونیم مثلا راهنمایی چطور باشه که مثلا چه صحبتی باشه این برای زنگ بزنه میپرسه خانم بودم گفت ورزش کاره بله او هم قبل از اینکه کلا ازدواج کنه که من قوی داشته سبک شیطوری و یا شوتو کار کرده بعد از مثلا 1 سال و نیم 2 سال که باشم
ازدواج کرده بودم دیگه کم کم آدمش به سبک خدا آموزش های دیگه اول تو همین خونه آموزش میدادم بعد اومد باشگاه تا کم کم که دیگه یاد گرفت ما رفتیم استادم یزد شیان عدالت نیا دانه هفته او هم خانمش رزمی کار دو کارت کاره اونم شیان دانه چهاره باشم که کار کردم این بار گفتم که خانم میخواد بیاد تست بده حالا اگه بالاخره مورد تاییده و کارش خوبه میخوام باشگاه بانوان رو اندازی کنیم بالاخره رفتم اونجا اونا اومدن تا خدا رو شکر آشنایتون با خانم تو کار ورزشی بود یا نه یکی خاطر او یادش یکی خاطر من یادمه میگه تو مراسم ها بوده مراسم ها که من مثلا کلا معنی مراسم هر جا برم الان که مثلا ازدواج کردم دیدی بعضیا میگن نه میخوام مجردی بریم بیابون بریم اینجا من چه خانمون باشه چه نباشه کلا اخلاق و رفتارم همینه حالا میگم او یگو این حرف بزنم اون نیست این نه مثلا رفیق هستی میگم خدا رو شکر بود و بیشم باشه مثلا میگن نه نباشه من بیابون نه بیابون باشه او هم باشه کلا من اخلاقم اینجوریه تو یکی مراسم ها او میشه بچه داییش شاگرد ما بود اینجا که همه او مرا دیده بود اونجا باید بود که من دانه 4 بگیرم من کردم مشکی دانه 4 اونجا اومده بود گفت میخواد بچه ما باشد عکس بگیره این کلاش کردم و عکس گرفت او این صحنه یادشه که باشه من برخورد اولین جایی که شما رو یادشه اصلا توی واجه نبود او یادشه من دوباره مرز استقلال برنامه داشتم صحبت میکردم واسه صحبتام یادم رفت داشتم چیزی گفتم که اگه کسی که من چیزی گفتم جایز داره یادم رفت چیزی گفتم که کسی بگه یادم میاد چیزی شدم اینم گفت شانس ما هیچ کی نبود من چیزی همه که اونجا بودن نمیدونست هیچ کی نبود چیزی بودم گفتم که من قبلش گفتم رسیدی یادت رفته موقع ما نمیدونم بس بعضی عوض کن گفتم پس بعضی می بود که باید حرکت بعدیم شمشی باشه شمشی هم تو ماشین جا گذاشته بودم میشه ارشد باشه گفتم شما برید وسط یانچیکو دفاع شخصی کار کنی تا من برم شمشیری بیارم داشتم تحت دو میگم که شمشیر بیارم او داشت با خانواده میمد دستی بود تصادف کنه باشه هر وقت سلام خوب هستم خیلی خوشمزه بفهمه وقت نشم گفت تخت گاز حالا اول کردم گفتم بفهمه تو اینجا من او یادش برخورد دیگه بعد از که این مدتی شد بعد دیگه از طریق همین فامیلش که شاگرد ما بود و او معرفی کرده و بالاخره رفتم اونجا روزی که رفتیم خواستگاری پیاش که گفتیم اونه عروس هم کنه موسیقی کجا اوشی در خونه هم زدن رفتن آقا فرداش رفتن گفتن که اینی که اومده خواستگاری مهدی برستی پیاش دوباره گفت که مهدی برسته گوش به برگرده دوباره مهدی بیاد باریکلا بعد فرداش که برگشتیم دیگه خدا رو شکر الحمدلله به خیر و خوش چند تا فرزند داری؟ فعلا خدا رو شکر 2 تا دارم 2 تا دختر خدا حفظشون کنه اسمشون بزرگیم نازنین زهرا کوچیکیم فاطمه سنا اونا هم تو کار ورزش هستن؟ اولی ما که بزرگتر شده او میگه من نازنین زهرا برسلیم نازنین زهرا برسلی خب این پس اگر تو خونه دعوا بشه دوتا حریف هم هستی دعوا میکنی جدی؟ نه من اصلا خدا رو شکر جوش نمیام عصبانیت نه؟ اصلا جوش نمیام تو سیستم شهری برای شهر و مسئول اینا برای کارهایی که میدی برنامه‌ای که اجرا میکنی کمک میکنن؟ خدا رو شکر حالا شاید خیلی ها این حرف بزنم بگن دورا مگه پشت دروری ولی خدا رو شکر نه مسئولین من از همش راضی هستم کمک کردن یعنی از لحاظ حالا نمیشه بگه همش هزینه از لحاظ اگه مینی بوسی بوده از لحاظ وسیله باشگاه بوده بالاخره دستور مالم گرفتم یعنی ما راضی هستم خدا رو شکر از همشون مهدی برستی نقد نمیکنه به مسئولین اگه باشه میره عمل میکنه مسئولین از جرأت میکنن بگن نه ولی انصافا خود شما هم دیدم هم توقع خیلی بالا نیست هم پیگیر هستی هم خیلی از مسئولین مردم دوست دارن صادقانه تو خیلی از مراسم و برنامه دوست داری که مردم تو هدف شما رو چطور بشناسن؟ حالا اینوش دست خود مردمه ولی من خودم دیدم اینه که
مثل برگ چک بعضیا که چک کشیدن این چک اعتبارش خراب شد. یعنی شاید خیلیا که آشنا باشه حتی چک هم ولده بگه ما واقعا نقد کار میکنیم. این اعتباره و این اخلاق تو ورزش چون دم از حیدر کرار میزنه ما خط حیدر هستیم نمیخوام دید ورزش هم خراب بشه. دست شما در نکن. دست مریض هم تشکر. دست شما در نکن. خیلی مدی دست من ورزشکارا چه خود بس غذایی و خوردن اینا برنامه خاصی ندارن؟ تو خوردن فقط غذا ما مراد میکنه. تو میوه تو نوشیدنی ها چی باشه نمیدونم. غذا به خاطر بحث‌های وزن و اینا. غذا برای وزن، برای چربی، برای قند، برای مثلا من اگر امروز پرنون بخورم شو نون نمیخورم برم ورزش کنم. اگه شو پرنون بخورم تا فردی شو نون نمیخورم. از اول همینجور هستی ها؟ چند ساله درگیری کار ورزش هستی؟ حدوداً 22 ساله. 22 سال تو بحث غذای مراعات کردی. یعنی حتی من که دو مادم شده بودم رفتم خونه مادرم غذا برام میاد مثلا من یک غذا خیلی کم می‌خوردم. فکر می‌کردم که من غذاشون دوست ندارم نمی‌خوام نون بخورم. این بار میشه خانم گفته بود که بره خونه مادرش میشه دو نون بخوره. گفتم اونجا غذا نمی‌خوره. این یکی اینجا بخوره احترام شما. این یکی اونجا بخورم بالاخره زحمت کشید غذا درست کرده. اونجا بخورم خونه خود غذا. دیگه مادرم میگه تو ماهی هستی. تو باید اون بخوری. پس مراعات غذایی داری؟ بله 100%. یعنی اون کسی که میخواد بالاخره همیشه سالم باشه و همه کاری انجام بده باید بعضی چیزا رو رعایت کنه. به خودش نمیشه میگه ایلوش که حالا حتی شد حالا من شاگردام میگم اگر نتیجه گلوش مثلا میری یگو عروسی زواری حالا یک شو خطی نه یگو خور خفه کردی ولی هر سوالی رو نباشه. تکه کلام اومدی برستی چیه؟ من 3 تا نکته دارم تو باشگاه که همیشه میگم این 3 تا باید رعایت بشه. یعنی باید رعایت بشه. یکی اخلاق، ادب، احترام. اخلاق، ادب، احترام. خود شما توی کارهای برنامه‌ای که داری، شعاری که داری اون کلا تو حیدر کرار. مدعی هم می‌کنی؟ بله مدعی هست. مدعی از کجا شروع کردی؟ من از بچگی که بودم کلا تو خط حسین بودم. با چادرای مادر هیئت می‌دادیم اینو که خار و اینو دوشون می‌دادن آشغالا آوردی وسط دیدین جوانه بود تو خونه تو بری بالاخره خیمه می‌زدیم. ما هر طوری بوده نبود خیمه برپا می‌کرده. بعد که کم کم دیگه خود من مد داشت بودم. بعد که مخوندم خال ما گفت که حالا شما برای یکی بخونی لاقب رو ادامه بده یاد بگی عجیب رو بخون جا کن. از اونجا ما مدعی بالاخره آقای مهدی قانعی آقای مجتبی شیخی اینا مدعی موثقه آقای مهدی قانعی الان اونم شد 10 ساله 7-10 ساله که کلا تو باشگاه مراسم داریم تو کوچه مراسم داریم هر جا مراسم داریم او مدعی ما هم از اون بالاخره یاد گرفتیم و بالاخره حالا تو اگه چیزایی که می‌خواستم بپرسم همین برنامه کوچه چند سالیه دیدم چه وقته یا چند سالی من خبردار شدم یا چند سالی شروع شد این سال 4 بوده 4 ساله اهالی محل و همسایه‌ها کمک می‌کنن و همه هستن خود شما برنامه چیز دارید ما توی کوچه مراسم گرفتیم از استان‌های دیگه کمک می‌کنن بالا هیئتون حالا چطور فهمیدم من خودم نمی‌دونم ولی از تیر و از اسم از مشهد اینا بالاخره زنگ زدن و همکاری لازم باشه عبدالله کوچه ما داشتن شما اونجا نوکر امام حسین ما اونجا مازم هیئتم کلا همه هفتگی دارم هم مراسم‌های تو باشگاه دارم چیز همه تو کوچه از یک هفته بعد بنی هست تا اربعین هر شو مراسم داره هیئت ما نه مسئول داره نه هیئت امنا داره هیچی اصلا اسم نداره هیئت مهدی برسلی هیئت مهدی برسلی حالا هر کسی یه چیزی میگه هیدری و مگه مهدی برسلی مگه هیئت تو کوچه هیئت ابو عبدالله گروه دمامزنی هم دارم ولی آقا تو دمام هیئت‌ها این ور اون ور همه جا بالاخره دمامزنی بچه باشگاه بچه‌ها همه باشگاه هستن برادر هستن بعدا وقتی که نیرو کم باشه اونا کمک کار هستن بالاخره میاد جلو حتی دمامزنی هم اسم نره هر هیئتی بره میگه چی میگه هیئت سال الله دوباره میگه
اون که میشه اون که بپرسن که اسمیت چیه میگه هیئت ابا عبدالله هر کسی هیئتی ما همه نو کلاسه خدا حفظ با کلا که به اونجا میگه من فقط موجه یعنی من خودم که مثلا میگم مدعی میکنم فرشاد خودم با کار جمع میکنم بچه‌ها جمع میکنم اون دیوار آشپزه همین رو دور می‌گردن این اخلاق و این روحیه افتادگی چقدر از تو ورزش به شما رسیده؟ یعنی این ورزش رسمی چقدر غرور آدم مشکنه همش باعث نمیشه این مقام آوردن خودش که ببین بستگی غرور پیدا کنی بگو آقا من دیگه حریف هم هستم این وقتی که مدتی ورزشکار کنی چون تو باشگاه به قضیه کتک مخوری کتک میزنی مونده میشی اصلا نمیاد تو خیابون اگه کتکو زد میگی بذار برم دیگه حوصله که بری اون رو بزنی و اینا اصلا نمیاد و دو هرچی اون کلاس چیزی باشه اولاشه ها اما اولاش آدم جوگیره که میکنه رسیده به اونجا کلمانی و خیابون جای کنه کوچه جای کنه تو مدرسه مکی هم فلان حالا ما روزا هم اینا داشتیم مرز مفتی محمدی برستی هم بچه‌ها آجر میدن که چوب میردن ولی که برم با کسی دعوا کنم اصلا تو مرامم نبود کسی رو زدی تا حالا غیر تمرینه ورزش نه همین روی دعوای خیابونی کوچه ای خود دو بار دعوا کردم ولی نه زودی جمعش کردی اینم خیلی دیگه مقصر 200% بوده که همچون بحث اگه من نه مثلا اخلاقم متا بچه می بود زمانی که درگیری بود با اردکون داشتن دعوا میکردن زنگ مزدمدی بیا اونجا جنشون رفتم اونجا همه رو کشیدم جلو هم بچه می بود هم بچه اردکون گفتم من خدا بچه چی کارم میکنی تو زمین چمن ورزشگاه درگیری شده بود تو فوتبال گفتم بیا آقا که توپ میزنم وسط باشم مسابقه فوتبال کار کنه چرا هم رو میزنه خیلی خاطری خوب شد برای من هر بچه‌ها یادش نه میگه هم جکت نیاز که بعدی میسم بیا اونجا باشم رفت میشیم بعد تو نمیسی پس کسی نیست که همراهت کنه بگه آقا دعوا دارم میبره نه اگر بزنم برم اونجا اون برنامه رو به دوستان ختم میشه دعوا خارج میکنه دعوا خارج میشه غیر ورزش رزمی فوتبالی هم هستی نه تنها چیزی که من از کلا کارم کنم فوتباله نمیبینی نه اصلا تو خط فوتبال نیست اصلا کلا فوتبال کنه با توپ و اینا خوب نیستی نه با توپ فقط چوبو کوزه و شکستن و رزمی کوزه و شمشیر رو کلا سلاح هستم گفتی خیلی تو کار غذا نیستی حالا غذایی که می‌خوری چی بیشتر دوست داری من کلا استانبولی خیلی دوست دارم یعنی حتی که کباب و مرغ و جوجه هم باشه فقط استانبولی دوست دارم اگه استانبولی باشه استانبولی اولویت با اینه ولی خیلی نمی‌خوری نه اونم رعایت ورزش اگه استانبولی باشه مثلا اون رو یکی دوری می‌خورم دیگه چون استانبولی هر روز خونی اون وقت وقتی که خوردم دیگه این بار تمریناتو میبرمش بالاتر تمرینات بیشتر می‌کنی اگه مثلا رمضان که باشه چون روز غذا ندارم افطار ما مثلا خیلی کمه که بگم حالا روز بودم پرنو غذا بخورم ولی میوه اگه تا دل دادم بخورم غمم نیست میوه یاد اصلا خطر خاصی نداره مریضی خاصی داشت دیگه به لطف ورزش کنار رفته باشه بیماری خدا رو شکر نه مریضی نداشتم حتی من اگر روزی که سرما خوردم به دید خودم من اینجوریم سرما خورده باشم ورزش کار میکنم اون روز ورزش سخت کار میکنم بیشتر کار میکنم و اخلاق میکنم اصلا دیگه نه حریف اوکی سر باشم خوب شد یا تو خانواده کی بیشتر از تعریف میکنه مثلا برنامه رو دنبال میکنه این کارت خوب بود اینجا بد بود خدا رو شکر همشون کارا حساسن نسبت به برنامه مثلا اینجا بد عمل کردی اینجا خوب بود اینا وقتی خونه میام اینجا شروع میکردی بهتر بود اونجا شروع میکردی بهتر بود اینو میکردی تحلیل و بررسی پس داری بعده این وقتی خونه که میرم تا یکشو تو پای مذاکره هست مذاکره اون وقت برنامه سری بعدی با اینو کنی بهتره اونو کنی حالا من یعنی حتی تو همه خانواده شراکت همه حتی کوچیکو بوده که نداره اون میاد میگه من میخوام میگم اینو بالاخره همه خدا رو شکر همکاری لازم دارم منم اخلاقم حتی تو مراسم هم چند تا اومدم شون گفتم مثلا اینجا اگه رو میکردی بهتر بود اصلا ناراحت نمیشم یعنی خیلی بهتر میاد کسی بیاد بیرون بگه یه کار بعدی بهتر در بیاد باریکلا یعنی من تا حالا که برنامه‌ام اینو بوده همش از تجربیات این چند ساله که اومدم هر کسی نظر رو حالا بعضیا شاگردان بیشتر خودم ناراحت میشن این گفته دیگه با همه داده همه نباشه سخت نمیگیری نه اصلا همون آدم دیدی اگر صاحب کمک می‌خواسته باشه دومارش هستم کار بکنم و
من دیگه نمیدونم این آدم از اینو نداره. به قول چه چیز اسمش بگم عنوانش تو برنامه تیو به یه مالی میکنی کم بدن کم بسونه کم بگیرن بله نه تا حالا ایشا تا الان هیچ تا برنامه اینجوری نه دیگه هرچی خداشون بعضی ها میبینی چند تا برنامه بگیره من گفتم مثلا میبینی 2-3 تا کیسه بوکس برام خریده گفت بعدی برنامه که کیسه بوکس باشه همه چیزه ما داره مقامایی که آوردی من خدا رو شکر تا کشوری مقام دارم انتخاب تیم جهانم شدم هندوستان متاسفانه به خاطر هزینه‌اش خیلی بود دیگه از نواز شخصی بدم توی همین رشته چی گفتی کیوکوشی رشته کیوکوشی میدم اون روزی که انتخاب شدم تو کشوری چه مقامی مقام اولی دارم اولی کارات دارم اولی آمادگی جسمانی دارم دو تا رشته که حرفه‌ای کار کردم این دو تا بوده آمادگی جسمانی و کاراته این داستانی که پخش شد و فیلم و اسقای شما و این چی بود؟ این چه کاری بود؟ بالاخره برنامه‌ای بود که حالا نمیدونم باید اتفاق میافتاد با نمیافتاد بالاخره تمرین کرده بودی؟ این حرکتی بود که من از 4-5 سال پیش در تمرین دارم یعنی همین حرکت من 3-4 سال پیش در توی مراسم‌ها اجرا کردم ولی کسی فیلم چیزی نداشت؟ نه چون اتفاق اگه فیلمم خرج نمیشه واسه پخش نمیشه فیلم خرج پخش نمیشه فیلمی که بد بشه پخش میشه نگاه بیشتر دنبال سوتی گرفتن مردم میره نگاه اون چیزی میگن که فیلم‌ها رو پخش میکنم کار خوب و نمیبینه کار خوب نمیدونم چرا یکی کلیپ جدید رو دیدی اسلام به پدر مادر ندیدم این فیلم اون رو که می‌خواستم پخش بشه نشد چون اعتراف به پدر مادر توش بود اصلا اخلاق همه چی توش بود اون فیلم خیلی فیلم جالبی شد که بازی خیلی هم داشت حالا اون فیلم من این حرکت آخرین تعادل ذهنه که حتی من به راحتی مثلا رو شکم بچه 1 سال راه میرم بدون که اصلا ضربه بخوره رو شیشه راه میرم این چون سبک وزنی آدمه از ارتفاع که بپرم پایین اگر 60 کیلو هم 50 کیلو هم اون قدرت نمیتونم بیام پایین با سبک وزنی میام پایین این تعادل ذهن اگر تناب کنم میشم کل فشار بدن روی تناب نیست اون ذهنی رو دیره تمرکز میگیرم اون روز من هم صبح برنامه مدرسه استقلال برنامه داشتم مدرسه اینجا دیلون برنامه داشتم بعد از روش همین برنامه اجرا کردی؟ نه رزمی داشتم همین بعد از روش مدرسه شهید رجایی داشتم آخرین مدرسه خودم بود اصلا همون پیش خدا گفتم خدا بچه امروز این حس حرکت نیست ولی گفتم چون حالا بالاخره این تناب اونجا بستم و آماده کردم میگه امید خودت یعنی من مراسم واسه کلا به امید اربابا هستم یعنی از کل اونا میان واسه میدون یعنی حالا بعضی حرفاشو با خدا دیگه نمیخوان نمیشه همش صحبتش بداری ولی ارتباط بالاه گفتم خدا خودت میدونی حالا من نمیرم وقتی رفتم بالا شیش اول شیش دوم شیش سوم که زدم دیگه نفهمیدم خودم از حال رفت دیگه همین که تصویر نشون بده بعدش که حالا با دکترها آشنا هستم و با بچهای ایلال من آشنا بودم هم رسیدم چون این تنا بد جایی میره رو رگ خون به مغز این خون به مغز که بره کم کم اینه رو فشار داد تا خون قطع شده این بار مثلا اگه میگه 1 دقیقه دیگه بودی خطرات خیلی بالایی داشت شما مثلا نصف بدن فلج میشد کل بدن فلج میشد زبون مثلا بهم میرفت این خطراتش بوده ولی ما خدا رو شکر به خیر گذشت یعنی خداشون هم اومدن جلو اینو اولین نفری که رسید گرفتت کی بود اون تصویر بچه برادرم بود اینا اولش فکر کردن که من دارم فیلم بازی میکنم بعد دیدن نه باشه این جدیه دیگه این برنامه رو اجرا کردی نه دیگه ما دارم قسم اون کیش نکنم نه حالا خودش خطرناک بود این اگر خطرناک بود ولی اصلا خود من فکر نمیکنم که برای از ایرو بشه تو BBC و تو شبکه یازو گوشی‌ها و اما حالا از بچه که تازه دور نمیاد تا پیرمردی که قرار بره همه دیدن حالا متاسفانه خود شما این کار بده شاید بیشتر میگم این کار میره بالا شما مسخایی کردی دیدم مردم شاید بگم بین 8 تا 1000 نفر زنگ زدن بهترین
چیکار کردی چطور شده چرا این کار کردی حالا یخونه میگفتن چیا بچه دیوونه بازی رو در دی چرا این کارا کردی یخونه گفتم بهتر یعنی این بار دیدم که مردم واقعا دلواپسن من از سری بهش گفتم بچه‌ها دوبی میاری یکی بحث می‌خوام شروع کنم این بار عذرخواهی گفتم که فکر نکنید من هیچ جا کردم که بگم من مدی بروت نیم من اینو من نه این حرکت رزمیه قبلا نبوده این قبلا انجام دادم یعنی قبلا از ما گالتنا به هم میشد همه رو مثلا خیلی عادی حالا اون روز اتفاق پیش افتاد حالا یا صلاح خدا بود که بالاخره همه ما رو ببینن بعد بشه خوب بشه حالا هم ان شاءالله که دیگه حالا قرار خودت که اجرام نکنی این دیگه نه از همون روز تا 12 شب داشتم وسایل این مراسم جمع می‌کردم همینجوری اومدم با زنگ می‌زد کوچه بیا خونه می‌خواست ببینیدم چه خبره دلواپسه همونجا گفت دیگه موقع میاد کردم دیگه خط قرمز ماده حالا کار و شغل خودت چیه غیر کار ورزش بیشترین کارم همین باشگاهداری و ورزش و اینا و در کنارش تو تزیینات ساختمون کار میکنم طراحی پتینه کاری میکنم نقاشی میکنم دیوار در چوبی اینا کار میکنم این سر و صدایی که توی باشگاه میاد اینا چیه اینا بعضی وقتا موقعی که الان ما یعنی صدای شعارهایی که بدن کیای میگنش کیای داد زدن ها کیای داد زدن اینا مثلا مال ماه بعدی مسابقات داره بچه‌ها که میاد تمرین بعضی وقتا اینجا ما باید بچه‌ها رو شو بیاریم که اون خستگی بدنش بریزه اون کیای باعث میشه نفس تخلیه شه حتی هی هم میگم نفس تخلیه میشه اون روز هم جو گیر میشه هم نفس تخلیه میشه هم انرژی برمیگرده برای تمرینات سخته اما خسته میشن این بار استاد باید بفهمه بچه کی باید کیای میکشه اونجا میگه مثلا روکو همه کیای میکشن کاراته این باعث جو به صدای همزمان هم خودش انرژی میده بله مهدی تو بچگی شیطون بوده اوضاع خیلی شیطون بوده تنبیه شدی تنبیه من خدا شکر پیامدن رو کتکم نزدم یعنی از اهل کتک کاری نبودم اوشنا ولی اون روز خیلی من بچه بعدی بودم و خیلی یعنی از لحاظ ما تیروک داشتیم چخروک میدادم اینا موقع توشی شمسه مشکست چه میدونم لامپوشون مشکست لامپای خیابون مشکستیم همه این کارا ما انجام میدادیم بعد که من خدا شده خود بیامداش بیامرزه آیه محمد دیستانی بچه های کارن قرآن بود که حالا اینجا بازان و رو سری فروشی دارن هر روزم ایشالا خدا حفظش کنه این بنده خدا اومد یک روز نمیدونم چی اتفاقی افتاد رفته دم کارن قرآن راحت بشه بچه هاشم یک چای میدونم شبت جا چای بخور رفتم چای بخونم باشه بنده خدا همه رو آرشه شدیم و گفت فرد شو همایی داریم تا پنجشنبه تا 3-4 چیز اینا برنامه داره چای هر باب اون بنده خدا میگفت این بچه نظر بیاد اینجا این کفه گوش دقیقا یک کسی داشت این اونا گم دادن سب کن این یکی جذاب شد اون توی همین دورانی که به قول خود میگی شیطون بودی یک شو رسیدی موکب زده بودن یکی از بچه‌ها صد زد به چای بخور یکی دو تا داشتم و گفتم آقا این بچه شر ولش کن اون روز کانون قرآن بله چی بود خاکی بود اون روز ما کمکم می‌کردم بازم بعضیا میگفتن این بچه بگوش نیا بلوک ببرید پایین سیما ببرید پایین بودن شهر بازم گفتن این بچه نیا مثلا دم کانون چروک می‌زنه این کار می‌کرده مثلا وحشی بود می‌ردیم چه می‌دونم کارهای شیطونی انجام میداده بعد از اینکه باشیم رفیق شدیم اصلا یک جلقه موقع تو دیدی اصلا من اینجور به اینجور شدم اصلا یک رو رفتم بزنم تربام که انشالله هم تا زنده هستم میشه گفتم تا زنده هستم انشالله بتونم نوکرشون انجام بدم دستو ول نکنه یعنی تا چند تا خاطرات دارم که من کوچیک بودم من توت بودم از بالای کوه تافتم یعنی پیش بچه‌ها بودم مثلا مسابقه تا پایین کوه بدوه قدم اول اونا دوره کردن اونا ویستیدن گفتم 1 2 3 خودم دو کردم قدم اول قدم دوم غلط زدم تو پایین سرم الان اگر گرم بکنم یک کلا شکسته عجب شکست رفتم بعد دکتر اونجا داشته و بالاخره بقیه هم همینجوری کردن و بعد رفتم خونه خوابیدم خونه که خوابیدم همون شوش خوب اول فصل دیدم اومد اونجا گفت چیکار میکنی؟ گفتم که
مثلا نمیدونم چه کنم مثلا همشه کسی تو خوب باکی دی گفتم نه بابا مثلا همشه کسی بلند شو یعنی من صبحش که بلند شدم که ما من همچین خوبیم اون بچه اصلا حالی نمیشه که چی طوریه اینا فهمیدم اول شبی میرفتم می‌نوشتم اول دست نداره دو اینا نداره دو اینا فقط می‌دونی اصلا دیگه نمی‌دونم که چی خبره. با این اول ما اصلا نبودیم فقط این چیزی که از شبی تو ذهنت مونده بود اون تو خودت دیدی. تعریف کردم مادرم میگه خاله که اینا گفته شغل باندت واکن ما میگم نه میترسم خون بیا گفتم ما خاله ما گفت واکن شغل واکدنو دیدم باقی بوده ولی دیگه مثلا خون بیاد اینو کنه همون روز شال واکده حالا گفتی شال این شال چیه همیشه همراده این شال خاطرش هنوز به کسی نگفتم اگه نمخه نگوهم ولی اگه این شال از اون روزی که من کلا مراسم عزا داشتم یعنی بچه که بودم عزاداری میکردم تو کوچه روزه این و بعد که دیگه عشقشون اومد تو سرم و دیگه هیدری شدم این نشونه همیشه عزای حسین دارم ولی دیدم خیلی جا شادترین آدم هستم من کسی میگه روزه غمه امام حسین غم میاره این شادترین آدم منم غم میترین آدم منم یعنی دلبر مثلا بی‌معرفتی کنه گریه میکنم من برای گریه میکنم دلم من اینو ندارم مادرم من میدونه ولی مدی برستی دل نداره از بی‌معرفتی من اینا باشه زودی اشکم در میاد حالا رفیق باشه خانواده باشه خانم باشه هر کی باشه دلش نازک کنه از اینا دل ندارم ولی اون یکی دیگه شال که اومدم اون شال همه حرما رفته از مکه از کربلا از مشهد از امامزاده دور همه امامزاده تکیده خودم نرفتم دادم کسی گفتم فقط گم نشه ان شاء الله شالی که تو نمازات سر منم این به دید خودم نشونه قدرت خودم یعنی من شاید باور نکنی سرمه که میخونم بی حالت نمیشه خواهم میگم برو شالم بیار یک خودت هم اعتقاد خودم شال میذارم رو پیشینی و همینجور دراز میکشم دل خودم انرژی به خودت برمیگردونی توی باشگاه با بچه‌ها جدی حرف میزنی؟ اونجا شوخی دارم ولی جدیت باشگاه هم داره این نیست که برم شوخی کنم بچه‌ها باشگاه رو همه باشه اینا نیست دعوا میکنی مثلا دستور بدی این کار بکن به عنوان استاد ببین نه دستوری ندارم دستوری که ندارم ولی مثلا میخوام تنبیه کنم میگم مثلا هر که حرکت بزد 10 تا لغت پیش کم میشه چطور میگی؟ چطور میگی؟ همینو به همین سر بعد یه مسابقه باشه اون خشم اجده میاد خشم اجده چطوره؟ اون دیگه بچه ها میفهمن که بعدی بودی امروز عصبانی جذبش وقت میکنه اون دیگه خداشون دیگه حساب کنه مثلا باشه حالا موقع اجده کنم نمیشه باید جو به اون جو باش مثلا با اون خشم اجده بخوای بگی بلند شی برید دنبال کارتون چی میگی؟ نه تو اون حس مثلا تو اون حس میخوام ببینم این خشم اجده چجوریه؟ ببین خشم اجده هم که میگم مثلا این که میگم بلند شی بری اکنون اینا این ندارم مثلا میگم که از همینجا 10 دور شروع کن دویدن بشمار یک دیگه کسی خنده خلاصه از اینا زدید من میگم 3 دقیقه استراحت دوباره میگم هر زد گروهشون با میخوب بشیدم میگم این اومدی فرق میکنه امروز شوخیش نمیاد روز مسابقه بچه‌ای بوده عصبانیت کنم تو کار تو مسابقه ها عصبانیت میکنه چیکار میکنن مثلا ببین به کی اگه میخوام یادش بدم میگم دست از زیر بشون این بچه نمیدونه باید از کدوم بشینه نمورده برو حالا گفته بودیشن چند بار تو مراسم بوده دفاعش زیاد اجرا کنه با بوده این ور حمله کنه از این ور حمله میکنه اما چرا این ور دیگه تو جمعیت نمیشه دوش نش بدی اونجا خود دل عصبی خورد بشه آقا میگم استاد شرمنده چیزا تو باشگاه باشه مثلا ببینیم یکی حرکت میخوام یادش بدم از این حرکت مثلا دیگه عصبانیت برنامه دیگه باشه نداره میدونم بس کاری که ما آموزش بدم میبینی بعضیا اصلا خورد کنه یعنی گفتیش انجام بده انجام نده مثلا میبینی اگه واسه اومده دل یادش میدی مثلا صبح امتحان که اومده درجه بالاتر داره امروز 2 ساعت وقت داشتی سر میام اونجا میگی زوکی بزن ماهیگیری بزن ببینین همه بلندی این دل میپاکی منو بزنیش تو مسابقه اون دوباره جذابیتی با فرق میکنه مسابقه که ناحق خوردی چیزی قول عرده کنی میگن
اینجا رفتم کنار. نه تو باشگاه تو شهر تو کارو. نه یک بار تو شهر خودم کافه بودن شاید 16-17 سال پیش یک بار تو باشگاه خوردم. تو باشگاه آدامس خوردن ممنوعه. انگوشتر چی میدونم هیچ موقع بدن نباشه با بری باشگاه. حواسم نبودشم آدامس میخوردم و همون رو یوی وسیده بودم اونجا. مربی ما اونجا باشگاه سنسی رزاده و سنسی میرقانی که میرفتم وشدم یختی داشته رد میشد مربی زد پیش گمون گفتم دیگه کس آدامس نخورم. اونجا نفسی بالا دیگه نفس بالا. کودک ناقو. کودک تو شهر تو شو. تو شهر منش شب لیپ نمیکنم. یعنی اصلا میگم دوست ندارم. یک روز گفتم وقتی اون ما که شب لیپ کنیم که تیپ بزنه بریم تو یوم بالاخره یک کلاسی بزنه. رفتم اینجا بیمارستان زیایی قدی یکی مثل گیم نت اونجا بچه‌ها مثلا اونجا بازی میکردن. رفتم اون تو باکی بنده خود درگیر شده درگیر همین شوخی باشه رفیقه خودم ما رو هول داد اومدن تکون بخوریم شبال تیم بود و این برای افتیم تو جوغ و هیچی اینجا گودکه خورده رفتم خونو شبال درگیر و بعد که بوده من نگشم دیگه نه بابا از اون دیگه پلا کردن این دو تا خاطرش بود که ما اینجا کودک ناقص ایش وقت شده که از ورزش خسته شده باشی بگی دیگه از ورزش مال زمانی بود که اسم نمیبرم ولی واقعا بعضی مربی‌ها خیلی اومدن می‌خواستن باشگاه تعطیل کنن اذیت کرد خیلی اذیت یعنی خیلی تر یعنی الان قضیه‌اش یادم میاد اصلا ناراحت کننده خدا ولی من ازش راضی هستم چون اینا شاید دست خودشون نبوده می‌خواستن که باشگاه نباشه باشگاه نباشه می‌خواستم حتی من مربی دیگه یک روز رفتم مسافرت هر شب باشگاه گذاشتم کلاس مربی دیگه اومده بود باشگاه با شاگردان مبارزه کار کنه زدی بود پای بچه‌ها گلنده کرده بود محکم کار کرده بود که بچه‌ها زنشان دیگه نه یا کلاس ولی اخلاقشون اینجوری بود باشگاه توی رشته شما خیلی نامردی گلوشه خیلی ولی خیلی ناراحت کننده بود باشگاه اومدن گفتن شهری باید که بدی باشگاه میسوندن سانسام هم زدن سانسام میسوندن خیلی من دردسر کشیدم اون زمان ما گفتی دیگه نمیکنم ولی نمیگفتم ورزش کار نمیکنم ولی مادرم چند تا رفیقام چند تا دوستایی که بالاخره همین تو ادارات بودن اینا رویم میدادن گفتن کم نرم نشونه پیشرفت توه اونو خب حالی اون نمیشه اینا که بگم مالی خیلی وقت پیش دادم نمیستم مثلا اینی که نشونه پیشرفت توه یعنی چه ما گفتم اونه یک شواری میده گفتم یا میخوام رویم میدم رفتم خونه تاکیدن اونجا آقا گیه منم گفت چه دم گفتم رو یخه نامه گفتم وشون اونا دوباره گیه میکردن دلشون بچشید بالاخره خیلی سختی ها کشیدم خیلی از ولی گوه در نره اصلا ولی خدا شد دموشو گم اربابا دموشو گم پدر مادر دموشو گم بعضی رفقا که واقعا دموشو گم پدر خانم مادر خانم در همراه هستن اوشونا تو زمینای جایی بیان نه ولی از لحاظ همکاری لازم باشم دارم که مثلا بیا نماشام نه نیستم ولی همکاری لازم از لحاظ وسیله از لحاظ هزینه از لحاظ اینا خدا رو شکر خانم مربیه خانم مربیه من نمیدونستم اگه میگفتم امروز ایشونم بیان خبر نداشتم کار خونه با کیه کار خونه مال بیشتریش خانم انجام میده ولی خیلی باشه خسته باشه من دکرامش هستم اینی که بگم حرف اول آخر کی میزنه اینا نداره نه گفتمش که بگی حرف من باشه حرف تو باشه اینا میشه دو طرفه عشق یعنی یک خلاص حرف اول آخر با بچه‌ها فعلا با بچه بابا این خونه میای برام بسته نیه نوشمک بخری خونه بیا این بخر اون بیا این بخر زورج از حرف فنی بیشتره فعلا پادشاه بچه یعنی پادشاه همه بچه بله هرکس بابی که خیلی خوب اگه بچه حرف گوش نکنه با کدوم فن روبرو میشه فعلا هنوز در اون نرده ترچه باشه نرده هیچ فنی حالا بچه دختر همه دو بلکه اینا دوستک میشن و بیا بوزو کد مخورن بچه هم دیگه میری باش پیرم بخری بوزو کد مخوره هر بوزی 1 میلیون برای داستان داره تو کار گوشی و فضل مجاز اینا هستی چقدر وقت اصلا نیستی وقت نمیذاری بچه‌ها خانمم حالا چون تو باشگاه افتیده
برنامه ایتا داره دیگه کلا بیشتر سمت ورزش است فعلا تو سمت ورزش خب پس توصیه شما شاید این باشه که اینایی که میخوام واقعا بچه‌ها رو از فضای مجازی یا بعضی معضلات دور کنن بیارن سمت ورزش یعنی ورزش قدرت توشه، اخلاق توشه، رفتار توشه، رونق توشه، سرگرمی توشه، همه اینا تو ورزشه. یعنی مخصوصا مسابقات که باشه اصلا دیگه رونقی برگشته، همه درگیره، همه رونق، همه برو بیا مسافرت میری، اگر ببازه رونقه، باختن میاد باخت رونقه. اول از مسابقات کلا چه برنده بشی چه ببازی گریه میکنی، دو صورت گریه داره برای ورزشگاه. عجب. اون ذوقه این گریه که برنده نشده، مقام نهارده زحمت کشیده. باخت بد داشتی؟ چه خیلی کجا؟ چند سال پیش دارم فکر کنم سال 83 فکر کنم یکی مسابقات داشتم، یکی مسابقه خشن داشتم. اونم بپرسم، اونم بگو. این مسابقه داشتم، راند اول مساوی شده. فکر کنم آیه نصیری بود جناب. اینو چی سختی باشه نفر جلو تو ذهن بعدم رفیق شدم، حالا رفیق خشن هستم. حالا باشگاه میرم و میام و باشگاه زده دو اصلا بچه عرضه کنن؟ نه بچه بافقه. اون روز خیلی هم میترسیدم، با این حال که میترسیدم اولین کسی بودم که تو لیست مسابقات اسم نوشتم. باید میگفتم اسم نویس، گفتم خونه بچه کده باید چیکار کنه. راند اول مساوی، راند بعدی مساوی، راند بعدی مساوی، راند آخر دیگه گلم در رسید دیگه. زدین یکی موش زد بر اینجای پهلو من، نفسی من همونجا افتیدم وسط میده. راند چهارم. چه زمان شده بود مثلا؟ یکی 3 دقیقه، 2 دقیقه، 1 دقیقه. این مبارزه با کار کنی. بعد اون راندی دیگه اصلا دیگه وقتی که خونه رفتم، خونه که در واقع دم همونجا افتیدم. همونجا اوگیه. مادرم اوگیه چی تو شده؟ اون وقت شکمم بالا که ردوی موش، ردوی لغت تو دنده و سینه و نام سرخ کبود میشه نه. دنده و مینی گلند مثلا. یکی هفته گلند در هستی. ولی این رویه بیشتر باخته بودی. بالاخره 4 راند موکن. وقتی راند دوم گذشت، اصلا میگی خدا وکی ببازه. نمیری بگی اوس بیام داره. ولی میگی وکی ببازه. ولی تا نفس آخر میجنگی. میجنگی. بعضی وقتا میبینی ثانیه لغت میاد در ناکوتت بکنه خلاصی. عجب. این رویه که تا آخرین لحظه به جنگی توی شما هست. این بود. وجدان نمیده بگی من دست نیمم. وجدان نمیذاره. یعنی اصلا نمیاد بود. مثلا طرف اگه حداقل قوی ترم باشه میری جلو. این رویه این غیرت این وجدان اجازه نمیده بگی ولش کن. زور مدی برستی بیشتر یا خانم؟ از بعضی لحاظ او از بعضی لحاظ ولی زور آزمایی نکردی. زور آزمایی نه فعلا. بچه‌های اردکان تو زمین ورزش رزمی استعداد دارن؟ یعنی خیلی داره. نه باشگاه ما. یعنی متأسفانه بعضی‌هاشون یعنی کلا کسایی که میان به سمت ورزش به سمت قهرمانی آدمای پول داری نیستن. برای همین اینا اون پیشرفتی که داشته باشن ندارن. وسط کار میبرن مشکلات زندگی خانواده یعنی اقتصادی اذیت تو همه باشگاه حتی سبکای مختلف استعداد حامیه نیست. واری کردم. همین بچه مثلا وقتی مسابقه علم موقع بری جهانی علمشو گفتم بابی چین 150 میلیون هزینه است. تو کی کار کنی 150 جمع کنی بری اونجا 1 2 1 ببازی یا ببری خب ببری دوباره حالا کی جای داد میده چطور میشه برمیگرده نمیگرده اینجوریه. وقت اونا همیشه پا پس میذارن یا تو باشگاه هستن. اگه حتی همین برنامه اصل جذبش همین تو همین ایران چه حجمی از افرادی داشته هیچ که نمیدونه است. بله. چرا چون حمایت نمیشن معروف نمیشن و حجم استعداد دادن تو شهر و کشور بالا. خیلیه. یعنی حتی تو همین رزم میکنه خودمون خیلی قهرمان میتونه ما داشته باشه. به خاطر هزینه همینا به خاطر هزینه و حمایت نداره. جایی رفتی باشه پارتی بازی مواجه شده باشی؟ نه. کاری به ادارت نبوده خیلی بوده؟ کارشون داشت؟ نه خدا رو شکر. خدا رو شکر
کارشون نداشتی؟ کارشون نداشتی. سال همیشه سعی سالم باشی. بچه سوالی چیز داری؟ از مردی چیزی خواستم میخوای بپرسن؟ نوشیدنی اومدی میگه بعد برنامه بخورم به ولی قول داده بخورم. این برای فیلم نیست برای موضوعیه که ما میخواد بگیم ما نپرسیده باشه یادون رفته باشه. دست در نکنه وقت گذاشتی تشریف آوردی اینجا ممنون. سلامت باشی. انشالله که همیشه سعی و سالم باشی با خانواده. خدا فرزندانت رو حفظ کنه، پدر مادر و پدرخوان و مادرخوان رو توفیق بده. انشالله همیشه همین رو خندون و پر انرژی و با اون جسارت جنگیدن تا نفس آخر. انشالله. خدا حفظت کنه. دست مریض. سلامت باشی. آقا بچه‌ها خسته نباشید. خسته نباشید. میگم معنی راست کجاست؟ مثلا ستاره میگن قبل باش که معنی کنه باش کنه هیچ می‌خوره. خوراک جگر می‌خورن. قبلا هم می‌خورد. اونا ولی قبلا هم. این می‌پرسیدی جای نپرسیدی. بفهم. اینا پرسیدی گرفتی؟ حساب کنم میپرسم همون چه چیز بالاترین ارتفاعی که پریدی یادته؟ بودم ارتفاع 4 متر تا 4 متر و نیم بود. چون این خونه که کار میکردم دیگه صفحه چوب بستم بکنم ما پایین بالا کنم این تن پره. چون که خونه من کار میکردم که با اونم گفت 7 سال پیش دادم. اومد بود دور خونه این سرنیزا گذاشته بود. اونم نزدیک 14-15 میلیون خرج کرده بود که خونه از کسی تو نره. کسی نره. فردا اون خونه جو سر کار کلید خونه یاد رفت بده مادر. صبح اومد در که مادر در پشت دفتر بیسیم اونا اومد ما تو خونه هستیم. اومد تو گفت چطور اومدی تو خونه؟ ما اومد گفت تو کوچه در خونه بس. گفت به خونه رو. گفت خونه رو چه دو رفتی تو؟ من 4 میلیون خرج کردم که تو خونه نره. گفتم غم نباشه. فقط من میتونم تو زندگیش کردم تو خونه.